پیشنهاد دیگری من به پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان است، به جای آنکه تمام نیروی خود را در بر ضد مردم تاجیک، ملت تاجیک، از آن جمله نیروهای اپوزیسیونی خرج کنید، بیاید پیش راه این جنایتکاری را بگیرید. بیاید پرونده باز کنید نسبت تمام آن حالت‌هایی که در رسانه‌ها هست عاید قانونشکنی. مگر شما نمی‌بینید که چگونه یک جوان مریض را از خانه‌شان با پامال کردن تمام قانون‌ها دزدیدند و به ارتش میبرند؟ در اینجا کسانی که به این عمل دست دادن جنایت صادر کردند در روز روشاد. مگر شما ندیدید؟ دیدید حتما، اما چون جسارت ندارید و سفارش ابله از بالا داده شده است، شما کمترین اقدام رو برای پرونده باز کردن و برای پیشگیری جنایت ها نمی کنید. این جسارت و شجاعت رو ندارید. شما در فکری تطبیق قانون های تاجیکستان نیستید. شما هم تبدیل شدید به یک وسیله مثل دیگر ساختار قدرتی برای مبارزه با مردم خود، با ملت خود، با اپوزیسیون. من پیشنهاد میکنم که از فردا شروع کرده اگر واقعا میخواهید اثبات کنید که شما یک نهادی هستید که از پول ملت تأسیس شده و با پول ملت کار میکنید، در خدمت ملت هستید، پیش راه این جنایتکاری علیه ملت رو بگیرید. و هر کسی که از این روز به بعد و در دعوت‌های بعدی دست به ابله میزند، مردم رو در کوچه، در خانه خواب، در نقلیات به گروگان میگیرد، میدزدد، نسبت آنها پرونده جنایی باز کنید تا ملت ببیند که شما واقعا در فکر ملت هستید، شما مقابل جنایتکاری هستید. شما جنایتکار را نسبتش پرونده باز میکنید نابسته از آن که در اپوزیسیون است یا در حکومت. اما امروز فعالیت شما متاسفانه فقط به آن روانه شده است که علیه اپوزیسیون و علیه دیگراندیشان مبارزه برید.